بیننده گرامی، آنگونه که خبرداری دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیتش را در قلمرو آن کشور ممنوع ساخت. همکاران ما در برنامه گپ آزاد همین مسئله را این هفته با عبدالرحیم کریمов استاد دانشکده اسلامی تاجیکستان و عبدالستار بابویف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی به بحث کشیدند. حالا پاره از این برنامه رو با هم می‌بینیم. ممنوع اعلان شدن حزب نهضت در قلمرو روسیه چی پیامدی خواهد داشت؟ جناب عبدالرحیم، شما میخواستم نظرتون رو میگفتید. قرار دادگاه فایده داره به هم داخلی روسیه هم به خارجش، با بسیارتر به مردمی که در همون فدراسیون روسیه ای تاجیکستان زندگی میکنن و اینها قربانی میخواستن بکنن. ما گوش میکردم بسیار قطعی نهضت اسلامی ممنوع، تروریست، اکستریمیست، بسیار تاجیکای بیچاره گولزده فریب خورده تلفنی گپ میزدن. همونها همش قربان میشدن، نیست نابود میشدن، میرفتن. ایرا من نه، ایرا ما شاید افساتور معین کنه نمیتونیم. ایرا تفتیشات رسته معین میکنه. تشکر زیاد افساتور بابویف، شما چی میگوید؟ مرحمت. خب ببینید، این پیام واقعا هم یک پیام بد و این قراره که امروز سود عالی کشور فدراسیون روسیه قرار قبول کرد. این یک برای مردم بخصوص مهاجران مظلومه که همه روزا اونا تحت تعقیب کشور پلیس روسیه قرار میگیرن و زیادتر میشود و مردم خب از دیروز تا امروز با ما هجوم کرد، تلفن میکنن که بالای کشور همه مردم ما بار دیگر میگیم که ما در کشور فدراسیون روسیه در مدت این 6-7 سالی که در مهاجرت هستیم، نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ فعالیتی نداشت، ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان از بودجه دولت از مردم پول مصرف میکرد و مردمی که مبارزه را نوبسته از آن که آنها اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند مثل کرامت شریفوف، ایزد امار و دیگرها را استرداد کردند، روان کردند. در تاجیکستان ما دیدیم که بعضی ها به طریق مرموز کرامت شریف کشته شد و خود ایزد امان روانه زندان شد. این سری مردمی است. برنامه گپ آزاد فردا ساعت 12 به وقت مسکو و ساعت 13 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو نشر می شود.